بعد حمله بیرحمانه ملخ‌های مراکشی به زراعت دهقانان روستای سرخاب در فرخار، مقامات به اینجا آمدند و مردم کشاورز را دلبرداری کردند که ملخ‌ها سیر هستند و فقط برای تخم گذاری آمدند. رئیس جماعت گفتیم همه از ساعت 10 میپره میآید، آخرش تا 3 بود میشه، همه چیزا هیچ نمیخوره. گفت که هیچ نمیخوره. او وقت تخمانی هم تا میپره میآید میره، گفت هیچ نمیخوره. قنفرش تزق بقلاجان ریحان همه خوردن رفته. ملخ‌های مراکشی 1 ماه است که دهقانان دهه سرخاب را به داد آوردند. بعد گزارش رادیو آزادی در این باره، گروه از متخصصان آمدند که برای محو این حشرات بدنفس و قاتل زراعت‌های مردم کمک کنند، ولی بغیر از تراکتور دیگر چیزی برای جنگ با ملخ‌ها نداشتند. دارو میتیم گفتن اصلا یا نمیتیم؟ نه نمیتیم، خودمون بخریم دور، فقط تراکتور. اما دهقانان زحمتکش سرخاب که با تربوز و خربوزه هایشان در منطقه کولاب معروفند، از جنگ با لشکری چندین میلیون نفری ملخ مراکشی خسته شدند و دیگر مجال مقاومت ندارند. بعضی از خزنده ها به کمک دهقانان آمدند اما خودشان درماندند. دهقانان سرخاب همه ساله در 10 هکتار زمین گندم و تربوز و خربوزه کشت می کنند، اما نهالهای تربوز و خربوزه های آنها امسال تومه ملخ مراکشی شد. ملخ‌هایی که امسال 51,000 هکتار زمین ولایت ختلان را به قول اشغال کردند.